آقا سلام، امروز اومدیم بهترین فسفودی تهران تست کنیم ببینیم که این همه میخوریم چقدر باید ورزش کنیم بسوزونیمشیم. حالا با بچه‌ها میریم همه رستوران تست میکنیم. ادامه ویدیو میتونین تستامون رو ببینید. آقا ما داریم میریم پیتزامون از برگرلند بگیریم. یه پیتزا مخصوصه برای خب آقا میخوایم بریم برگرمون از بیفلاین سفارش بدیم، با ما همراه باشیم. آقا اومدیم خروس، بریم سفاریمون هم بگیریم اضافه کنیم به اون برگر و پیتزای دیگه، ببینیم دنیا دستی چیه. زحمت. آقا با چی شروع کنیم؟ ما اینجا بیفلاین رو داریم، خروس رو داریم با برگرلندی که پیتزا. اینجا این با برگرلند. کامان. من ازم برگرلند چون اولیش بود و خیلی چشمک میزنه، 3 نفرم هستن تو چام. بخش کنیم هر چی خواست بخوره دیگه. دیگه نه بکنیم تست بکنیم. نظرت کارشناسیمون رو باید آره. بدیم به حال به عنوان اشخاصی که کل عمرشون داشتن میخورن. به نازم آقا فما غذا بخوریم خجالت. آقا این حرفا در حضور دوستان بگو خجالت که چیز نمیشه. با تست غذاهای پرکالری و مضر با ما همراه هستیم. خیلی عجیبه که صبح ما میایم میدویم ظهر هم غذایی میخوریم. آقا همه نفری آقا 100,000 تا لایک ببینیم چالش 10,000 کالری. آره خدایی 10,000 کالری. روخ کارو بگیر باشی. با سس زیاد. آقا یه چیرز قبلش بزن. آقا به سلامتی برگرلند. سلامتی شما ویدیوهای عزیز. به عنوان ویدیو اول گروهی. یه طعم نوستالژی با قصه های طعم معمولی میده قطعا. خوشمزه. پیتزای دیگه دلتون نخواد خلاصه. یه طعم پیتزایی میده. بخوام خیلی براتون طعم جدیدیه. میدونی اون پیتزای پلاسکو اینا نخورده. خیلی بخوام براتون توضیح بدم یه طعم پیتزایی میده. خیلی مختصر مفید خلاصه. من که دارم فکر می‌کنم چقدر غذا داریم. ناره خیلی غذا داریم. من فکر می‌کنم. خب دوستان این پیتزای معمولی بود از نظر من. بهش از 1 تا 10 چند میدی آقا عرفان؟ 6.7 بود. شما آقا 8 میدم. من بهش 7 میدم. میانگین 6.5 8 7 عرشه عاشق خروسه. اول رفت به حاجی. آقا من سیب زمینی فقط. همین که سیب زمینی داره 2 امتیاز میاد واقعا. نمره خودت چند بوده پیتزا؟ من 7. ببین یه پیتزای معمولی بهتر بود، ولی خب اگه پیتزا خیلی خفن معمولی تر بود. خوشمزه بودی. این سس خروس اصلا فیله سوخوری رو داریم اینجا درسته؟ بله. اول سیب زمینی داریم. با سیب زمینی شروع می‌کنیم. دوستان دلتون نخواد. آقا بگی. کارو واقعا نمیشه آقا اصل کارها نظرت چیه؟ روخ کار نشون بده ویورا. آقا اگه الان نباید سابسکرایب کنن چیکار می‌خوام کنم؟ واقعا آقا سابسکرایب کن دیگه، لایک کن دیگه. این همه هزینه کردیم به خدا. چقدر ایده تو ماشین داشتیم الان میگفتیم. همون به خدا این همه خطر رو نمیدونی دور و برمون. قبل چیرز نباید بخوریم. آقا چیرز من. آقا بزن تو سس بازی. نه سس رو بزن. برای تو یه نور میاره؟ من چون کم میخورم. عجیب خداست. به نسبت همیشه ولی یه ذره مونده. با اون سرعتی که دادم بعید میدونم.
تازه. خروس کلا واسه آدما دو دسته است. یه سری عاشق خروسن، یه سری از خروس متنفرن. من خودم من الان خوشم اوکی بود. حتی رژیم خیلی ری- نوشابه نخورم. آفرین. هر کی خواسته غذا بخورین نوشابه نخور. نوشابه ضرر داره. بچون نوشابه رو اونجا گذاشتم. من خودم از رژیم کالری شماری استفاده می‌کنم دیگه. مثلا آب و اینا نوشابه می‌خورم خیلی باد می‌کنم. خیلی مهمه نوشابه نخوردن. خیلی مهمه. واقعا ضرر داره. ولی خب واقعا ولی خب تو امروز قرار بمیریم فکر کنم. یعنی هر چقدر من نخورده بودم توی این ویدیو داریم میخوری. من دوستان خدایی به والله سابسکرایب نکنه من به خاطر شما هیکلم از دست میدم. من جدی بریم بیف. کنم. بریم بی. غذای مثلا آقا عرفان غیر سالم میخورم. اینقدر نه. حاجی از یک دلار خروس چند میدی؟ 8. آفرین. شما؟ منم 8 میدم. این آقا پدرام بگو میانگین چقدر؟ خدایی آفرین. میانگین گیریشو میذارم رو بسته سفت. خوشگل. من خدایی بسته پکیجینگ خدایی پکیجینگ 3 نمره است. 3 نمره. من پکیجینگ بیف و برگرلندم پکیج ببین سساش خوب بود. آره. خدایی قوی بود. چه اسم قشنگی بود سر چیزی ولی هاش. نقطه ضعف داره. جای سساش هوا میره میاد زود آفرین. خود پیتزا اصلا یهو وا میره. راست میگی. آقا روخ کارو ببین. دلتون نخواد حس اینا کردی همه خدا ضرر داره. شما چه سالم بخورین کاهو بخورین. اینم سالمه. آره آب این داریم خود می‌خوریم روغنه بابا. داداش آب اینو داریم می‌خوریم. حاجی روغنشو بده ببینه. گیریله حاجی. این نونش غذای سالمیه. حالا استثنا نسبت به بقیه بیریه با غذای سالم‌تریه. خدایی قیافه‌ای خوبه. قیافه جذاب لعنتی. ولی من حاجی پکیج برگرلند هم دوست داشتم. در یک روز گرم تابستانی میچسبه. نوشابه نخورین. آب بخورین رژیمتون رعایت کنین. اینو غذا رو ولش کنین. ما که نمیخوریم درد کسی. همینجا سلام عرض میکنیم به کوماندوهای عزیز و خود کومانیا. فردا میخوایم رکورد گیری کنیم حاجی کربن نیاز داریم. نگاه کن الان هیکل نگاه کن هادی چوپان بزن آقا بزن سب چیه آقا بدون چیرز چرا حاجی چقدر زیباست واقعا. بدون چیرز بدون چیرز عرفان بعدا دستمال میکشی من حقیقتا دوست دارم با همبرگر گاز بگیرم همزمان یه چیپ زنگم می‌خوری آره. واقعا به نظرم اینی که سیب زمینی نداره پوینت منفیه چون ماشاءالله ببین رسم و رسوما رو داداش بریم 3 2 1 ماشاءالله تو یک خوردی نه ولی بیشوخی سالم ترینشه جدی. دوستان با اینکه اینجا داونتاون تست نشد ولی از داونتاون قوی تر. داونتاون حاجی تقسیم بر 3 کنیم به هممون یه پر میرسه. نه خدایی خوب بود. پکیجینگ خوب. هنوز ظرفش هم سیب زمینی نداشتن نظرم. نه به نظرم واقعا سس داشت سس هم نداشت. داره سس داره. این سس چیز دیگه ولی سس نه. سس ساده داره شرکتی. خب نمره این چند؟ نو 10 و دیگه ندید. نه سیزن اگه سیزن شاید در میشه. ممنون. نو. پدرام جان میانگین بزن. میدونم 9 میشه ولی تو میانگین بزن. ما دیگه هرچی بود و هزاره حالا ما قول میدیم تموم کنیم که کالری قشنگ خوب بگیریم بریم بسوزونیم. بریم بسوزونیم. بعد اینجا قرار برنامه چیه؟ سخت سویمینگ فقط بسوزونیم مهم نیست ورزشش. آره بسوزونیم چه جوری میشه. آقا ولی خب همینم چالشه دیگه بخوریم ببینیم چقدر طول میکشه بسوزونیم یعنی 20 دقیقه لذت میبری. ببینیم 20 دقیقه غذا رو در عرض چند ساعت ورزش از بین میبریم. بریم ما تو ادامه‌اش چیه؟ ما بریم اینو تموم کنیم. آقایم شواهد و ایجاد مرجع غذا تموم شد. اختتامیه چالش سخت واقعا چالش سختی بود. من اینجوری یعنی
شکر تو میگن 10 متر اومده جلو. حالا بریم بسوزونیم. مرحله کالری سوزی اومدیم استخر. امیدوارم اون کالریایی که خوردیم رو بسوزونیم. حالا بریم تا 1-2 ساعت دیگه مشخص میشه چقدر سوزوندیم. ادامه‌ش هم که میره برای باشگاه و مرحله دیگه. حاجی سنگین شنا کردیم. ما هر چی رفتیم نمیشه. چقدر سوخت 385 کالری. بعد به چند برسیم؟ 1800. آره کالری شماری کردیم. یه کارت 38 دومه برنامه رو 3 ماه دیگه 1800 تا رو میسوزونیم. کل غذاها رو حساب کردیم کالری شماری کردیم شد 1800 تا 300 تا که سوزوندیم 300 تا 85. کمر کار شکست چیزی نمونده بعدی ولی آقا میسوزونیم. باش میریم نشدم دیگه رفته چربی شده. ولی سعیمون رو میکنیم. همش رو میسوزونیم. خدافظ. آقا ما هنوزم توی ویدیو کالری سوزی غذاییم. قوی داریم پیش میریم. چیزی نیه 1300-400 تا مونده. میسوزه دیگه آقا میسوزه. دیگه غذا سه روزه داریم میسوزه. آقا تا 1-2 ماه دیگه میسوزه. تا پارتای بعدی هم با من باشین. خدا نگهدار. 9 کیلومتر 1 کیلومتر مونده. آقا 11.5 کیلومتر دویدیم. 1022 کالری. آقا اینم ادامه ویدیوی غذا در برابر کالری. بریم ببینیم چقدر دیگه میتونیم تو باشگاه بسوزونیم. فعلا تا اینجا ویدیو رو که دیدین ادامه و نتیجهش تو باشگاه.
رفقا، همونجوری که دیدین امروز سینه و پشت‌بازو داشتیم که یه نگاه میکنم 215 کالری سوزوندیم و 45 کالری هم که با تردمیل اول باشگاهمون. دیگه بریم حوازی آخر باشگاه و کالری اونم فیلم میگیرم براتون میذارم، یه منها میکنیم ببینیم اون غذایی که خوردیم اوکی بوده لحاظ سوزوندن کالریش یا چربی شده رفته. دیگه از اونم براتون فیلم میگیرم. دم ارشیا و ارفانم گرم، اومدم تو این ویدیو خیلی ویدیو رو قشنگتر کردم. بریم تا ویدیوی بعدی. حتما سابسکرایب کنین، لایک کنین، کامنت بذارین، انگیزم بیشتر شه بریم برای گرفتن ویدیوی بعدی. فعلا